درود خدمت همراهان عزیز پیج باستان ایران .ir. زرتشت سلیمانی هستم و میخوام از شهرهای پر از گنج ایران براتون توضیحاتی بدم. همینطور که میدونید ایران غنی بوده. ایران یک کشور 7000 ساله است با دوره‌های مختلف باستانی و امپراتوری‌های قدرتمند. پس بهتره هممون اینو بدونیم که تمام ایران غنی هست. حالا خیلی از شهرها به خاطر شرایط الان خوشسالی از ذهن مردم رفته، ولی مثلا استان بوشهر واقعا جای غنی هست. استان فارس، سمت آذربایجان، خوزستان شهرهایی هستن. حالا استان مرکزی، استان کرمان شهرهایی هستن که واقعا بهترین جا برای کاوش